ای تو روحتون با این سرعت نتتون یک گیف هم دانلود نمیشه، اون از قطعی آب، اون از قطعی باغ، اینم از نتشون. الهی به همون سختی که اسی وارد اینترنت میشه جون از بدنت خارج شه علی خامنه. های روزگار، یه بار جوون بودیم اونم نچسبید. در کل زندگی ما هم مثل همین اینترنت 128 کیلوبایتشون میمونه. اینترنت داریا ولی چیزی باز نمیکنه. ما هم زنده هستیم ولی زندگی نمیکنیم. دیروز با یه ژاپنی داشتم چت میکردم، بهش گفتم سرعت اینترنت اونجا چجوریه؟ گفت تا مای کامپیوتر بیاد بالا چند تا فیلم دانلود میکنیم. بعد از من پرسید سرعت نت شما چجوریه؟ گفتم ما هم تا گوگل بیاد بالا چند تا فیلم میبینیم تا حوصله‌مون سر نره. بهش میگفتی این تازه نوک قله های نظام ولایت، ته درشون رو ندیدی. ای بو خشکی شانس، حالا که به زور وارد اینترنت شدیم تلگرام ولمون نمیکنه. تلگرام چه شده؟ همش پیام هشدار میده. نگران اینه که من رمز ورودیم رو یادم هست یا نه. کاش میدونست ما جای زندگی میکنم که معلوم نیست هفته دیگه زنده هم یا نه. عمو جان محلش نذار، کانالا رو چک کن ببین خبرهای جدید چی دارن. مثل همیشه گرونی. اینجا هم نوشته برخی مدارس دولتی برای ثبت نام دانش آموزان 50 میلیون میگیرن. 50 میلیون؟ مگه سر گردنه است؟ خدا رو شکر دوره 50,000 تومان این بچه رو فرستادم مدرسه. تازه اونم نمیدادی. یادم یه بار معلمم گفت به بابات بگو بیا مدرسه. وقتی آقا جان آمد بهش گفت بچه‌تون خیلی بی‌انضباطه. آقا جان گفت خدا را شکر از دیشب خوابم نبرد، فکر کردم پول میخواستید. اصلا انضباط من براش مهم نبود این بزرگوار. اخ اینجا رو نگاه کن، نوشته قیمت مواد غذایی دوباره گران شد. الهی خدا ازشون نگذره. هر روز دارن قیمت ها رو بالا میکشن. الان گرانی به حدی رسیده که اگه ته پوست هندوانه و خربزه رو دندان نزنی 200,000 تا از جیب رفته. دیروز رفتم مغازه اکبر آقا بقال، نگاه کردم دیدم قیمت برنج یه جوری شده که اگه یه قابلمه برنج ازت ته بگیره دهک اقتصادی چند پله کم میشه. الهی پود بشی آخو. حالا همه چی هم گردن آخوندها نندازیم دیگه. گرانی برنج چه ربطی با آخوندها داره؟ خیلی هم ربط داره. بذار راحتت کنم، تو این مملکت هر مشکلی داری و هر مشکلی پیدا خواهی کرد همه زیر سر این نظام آخوندیه. حتی اگه در اتاقت قیش میکنه، حتی اگه کلیدتو گم کردی، دیگه گرونی و بیبرقی بی آبی بمانه دیگه. قربانتو برم. گل گفتی عمو جان. خودم میدونم. نه نمیدانستی، من بهشت گفتم.